مصطفى عبدالسلام زاده همین ناحیه توجیکو بود. سابق کارمندی رئیس جمعیت مطلوبات ناحیه توجیکو بود و در 18 سال وظیفه داشت. برای برقرار کردن ساخت دولت کنستانی در ناحیه توجیکو سهم ارزنده داشتند. در تاریخ 31 اکتبر سال 94 از طرف گروه نهضت اسلامی و طرفدار همون آدمای همونا اومدن در خانه در همین جای سودگی و همین خانه سودگی و طرز وحشیانه در پیش فرزنده و در پیش همه مادرم هممون همینجا به قتل رسوندن. در پیش دادرم همینجا به طرز وحشیانه 8 تیر در بدنش خالی کردن، 2 تیر در روی دلش زدن که همین مردم نمیخواستن که همین دولت برقرار شود و همین روزا قطعی برسیم. در اون دوره این حالی هم زخم چیوش در مادرم هست اگنت که شیشه های هم تریزه را زدن در سر دهن روی مادرم همه روش خونشور شد. خود من لطکوب کردن که تازه اسارتش هستن. چی جوانمردی در ناحیه توجیکو بود همش سربر کردن، نابود کردن. خدا باشگر که آدم‌ها در جای اسوچیش و گرفتن، نیمش زندانی شد، نیمش در جاهای مرد که نه کفن دیدن نه جنازه دیدن.